24 فروردین سال 1404 بود که یک کشاورز با پلیس تماس گرفت و گزارش یک ماشین مشکوک رو کنار بیابونه شهر آباده داد. گفت که شیشه عقب این پرشیا شکسته و شاید جرمی اتفاق افتاده باشه. و این شد اولین سرنخ پرونده هولناک و جنایی آیناز حاصل حقیقی و علی زار امامی. برای درک بهتر این پرونده شما رو دعوت میکنم به دیدن این ویدیو. این تماس باعث شد که اولین سرنخ برای تجاوز به این دختر 21 ساله در آستانه نامزدی با یک پسر 27 ساله پیدا بشه و ماموران جنایی وارد عمل بشه. یک شنبه 24 فروردین سال 1404 ساعت 5 صبح کشاورزی با پلیس محلی شهرستان آباده که در شمال استان فارس قرار داره تماس گرفت و گزارش یک ماشین سرقتی رو داد. شیشه ماشین شکسته شده بود و درهای پژو پارس نوک مدادی باز بود و یه جورایی مشکوک بود و این مرد با پلیس محلی تماس گرفت. اونا هم به محل اعزام شدن. شیشه های شکسته و صندلی پر خون روی این ماشین میتونست این نوید اینو بده به مامورین که اونا به یک سمت پرونده جنایی کشیده شدن و باید خیلی دقیق این پرونده رو پیگیری کنن. تیم جرمشناسی به جاده معدن خاک‌نسوز که تو جاده آباده به اصفهان بود اعزام شدن. فرضیه این بود که یک قتل تو این محل انجام شده، اما قتل چه شخصی؟ پیگیر این شدن. خیلی سریع محل قرنطینه شد و شروع به تحقیق کردن و سریع خواستن که بدونن این صاحب ماشین کیه، چه کسی اینجا مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا چه کسی کشته شده یا هر چیزی دیگه ای. سریع تحقیقات شروع کردن و چیزی که به دست آوردن فهمیدن که این ماشین متعلق به خانواده زار امامیه. پس سریع با اونا تماس گرفتن و اونا رو به آگاهی احضار کردن. خانواده زار امامی وقتی به آگاهی رسیدند خیلی مضطرب بودن و نگرانی خودشونو سریع اعلام کردن. زهرا زار امامی خواهر علی گفت که برادرم علی قرار بود با دختری که دوستش داره و قرار با هم ازدواج کنند به رستوران برن و قبل ساعت 9 به خونه برگردن، چون ما امشب شام قراره که به خونه مادر بزرگ بریم. ولی داداشم نیومد و گوشیشم خاموش شد. بعد از یه مدتی هر چی به آینازم تماس گرفتیم اونم گوشیش رو خاموش کرد و ما خیلی نگران شدیم، اما بازم امیدوار بودیم. چرا؟ چون که میگفتیم علی شاید رفته باغ دوستاش یا جایی هستن، گوشیش خاموش شده و اینجا نگرانی ما از اینجا زیادتر شد که مادر آینازم ساعت 11 شب اینا با ما تماس گرفت و خیلی نگران بود. گفت دخترم هنوز به خونه بر نگشته و مادر من خیلی نگرانیش بیشتر شد. خود ما هم خیلی این ور اون ور تماس گرفتیم و خیلی دنبالشون گشتیم. زهرا میگفت که رابطه علی و آیناز کاملا جدی بوده و قصد ازدواج داشتن. تازه چند روز پیشم خونهشون بودیم و خیلی عادی و خیلی عالی با هم دیگه برخورد کردیم. خانواده ها با هم خیلی خوب بودن و قرار بوده که با هم دیگه تو چند روز آینده گویا عروسی کنن. بعد از سوالات از خانواده علی، خانواده حاصل حقیقی یعنی خانواده آیناز که از ترکای قشقایی هم بودن به پلیس آگاهی خواسته شدن. اونها هم هر چیزی که برای پیدا شدن دختر 21 سالشون میتونست کمک کنه رو به پلیس گفتن و درخواست کردن که ماموران تمام تلاششون رو بکنن که این دختر و این پسر پیدا بشن. برای آیناز و علی یه پرونده تشکیل شد. تحقیقات شروع شد و چون که یک پرونده جنایی بود، کانال‌های اینستاگرام و تلگرام و اینا سریع شروع به پخش این خبر کردن. کانال‌های خبری شهرستان آباده که سنگ تمام گذاشتن و خیلی خبر گم شدن این دو تن رو نشر میدادن. با وجود این همه تحقیقات تا 16 روز هیچ اثری ازشون پیدا نمیشه، تا اینکه تو تاریخ 9 اردیبهشت ماه پرواز زاغا و کلاغ‌ها توی بیابونی که داشتن میگشتن، حالا هلال احمر بوده، مردم شخصی بوده، هر چیزی بوده، میبینن که آقا این زاغا و کلاغات از این منطقه خیلی زیاد بلند شدن و نظرشون رو جلب میکنه، به اون منطقه میرن. تجمع پرندگان انقدر زیاد بود که نظر همه رو جلب کرد و سریع با پلیس تماس گرفتن و ماموران انتظامی به اونجا اعزام شدن. متاسفانه پلیس این بار 2 جسد پیدا کرد
که زیر سنگ مدفون شده بودن یه جورایی، که متعلق به علی 27 ساله و آیناز 21 ساله بود. اجساد اصلا وضع خوبی نداشتن، به طوری بود که یک دست علی توسط حیوانات وحشی کاملا خورده شده بود و بدنش هم کامل سوخته بود زیر آفتاب. آیناز هم که پرنده‌ها یک قسمت از سرش رو کاملا خورده بودن. هر دو به پزشکخانه منتقل شدن و با انتشار این خبر شهرستان آباده کاملا یه جورایی انگار خالی شده بود. ملت دیگه اونجوری در مغازه نمی رفتن، سر کارشون نمی رفتن و کارشون شده بود تجمع در دادگستری و اعتراضهای عمومی. با بنر میمالن توی خیابونا و میخواستن که فقط این پرونده به یه جایی برسه. به طوری تجمع زیاد شد که حتی در فرمانداری هم میرفتن و میگفتن که آقا ما فقط میخوایم این پرونده به یه جایی برسه و عدالت خواهی رو میخوایم. به دلیل تجمع زیاد ترکای قشقایی، پزشکی قانونی سریع اومد و معلوم کرد که علی تو همون روز 23 فروردین با 2 گلوله به قتل رسیده. اما مرگ آیناز یه خورده دردناکتر بوده، یه خورده که چه عرض کنم خیلی، ولی اونم اعلام کرد. آیناز بیچاره که با ضرب و شتم و ضربات چاقو بگن یه جورایی به زور مورد تجاوز قرار میگیره، تو همون روز 23 فروردین به قتل میرسه و کشته میشه. اندام داخلیش پاره شده بود، چاقو خورده بود، کلی بلا سرش آورده بودن. اما بعضی از رسانه ها به اشتباه گفته بودن که 2-3 روز مورد تجاوز قرار گرفته، اما نه، دقیقش اینه که همون روز 23 به قتل میرسه. اما خیلی اذیت شده بود. علی همون لحظه فوت میکنه، حالا با شلیک گلوله و چاقوهایی که بهش میزنن، اما آیناز رو رها نمیکنن و کلی بلا سرش میارن. موقع بررسی اجساد اولین سرنخ مهم این پرونده که برای پیدا کردن قاتلین بوده پیدا میشه. یک رسید رستوران توی جیب علی پیدا میکنن و متوجه میشن که اون آخرین بار با هم دیگه رفته بودن رستوران. حالا میرن دنبال دوربینای مدار بسته اون رستوران، متوجه میشن که دوتاشون پشت میز نشستن و منتظر سفارشی هن که دادن. که دوتا قوی هیکل وارد رستوران میشن، شروع میکنن به تیکه انداختن به آیناز و به غیرت علی برمیخوره، باهاشون جر و بحث میکنه، بلند میشه و میخواد دعوا کنه که آیناز جداشون میکنه و میرن بیرون به سمت ماشین که سوار ماشینشون بشن. و دقیقاً از اینجا شروع میشه که این 2 نفرم پشت سرشون میرن و همین اتفاقی که نباید بیفته میفته. سلمان جوادیان 40 ساله و آریان زار عبداللهی 22 ساله سابقه سرقت، آزار و اذیت نوامیس مردم رو داشتن و مشروبات الکلی هم میفروختن. سلمان و آریان طی عملیات ماهرانه پلیس 2 روز بعد دستگیر میشن و چیزی که هست توی مخفیگاه بودن توی مدت طولانی و توی بازجویی اولی اصلا مقر نمیان و گردن نمیگیرن و فقط میگفتن که ما هیچ خصومتی باهاشون نداشتیم و هیچ مشکلی پیش نیومده. تازه بعد یه مدت که شروع میکنن به اعتراف کردن فقط میگن که آقا ما هیچ بلایی سرشون نیاوردیم، ما فقط طلاهای آیناز رو نیاز داشتیم و فقط رفتیم طلاهاشو گرفتیم و خفتشون کردیم و بخوایم اونا رو به قتل برسونیم یا تجاوز کنیم اینا اصلا نبوده. خلاصه که بازپرس اصلا کوتاه نمی اومد و بازجویی ها ادامه داشت و این 2 تن هم اصلا گردن نمی گرفتن و ماموران آگاهی وقتی دیدن که هیچ راهی ندارن اعلام کردن که آقا هر کسی توسط این 2 شخص مورد آزار و اذیت جنسی یا هر آزار و اذیتی قرار گرفته میتونه بیاد شکایت کنه. همونطور که پیش بینی میشد تعداد زیادی خانوم مراجعه کردن و گفتن که خفت شدن، حالا طلاهاشون رو بردن، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن یا هر چیزی دیگه مورد تجاوز قرار گرفتن و پرونده خیلی زیاد شد. سلمان و آریان که حالا تو محاصره این همه مدرک بودن هیچ چاره‌ای نداشتن جز این که اعتراف کنن، اما گفتن آقا ما مست بودیم، اصلا یادمون نیست چی کار کردیم و چه عملی رو انجام دادیم. بازپرس پرونده هم گفت آقا اگر شما واقعا مست بودید و نمیدونستید دارید چی کار میکنید
چطوری به عقلتون رسید که اجساد رو ببرید زیر سنگ مدفون کنید و هیچ اثری از خودتون باقی نذارید؟ حتما شما به نتیجه کاری که کرده بودید میتونستید فکر کنید که این تصمیم رو گرفتید. بالاخره متهم کوچکتر آریان زار عبداللهی اعتراف کرد. بخشی از اعترافات متهم رو براتون بازگو کنیم. اون گفت که آره واقعا من آیناز رو خیلی دوست داشتم و اون روز وقتی که توی رستوران دیدمش به سلمان برگشتم گفتم واقعا این دختری بود که من خیلی دوستش داشتم و الان میبینی که بیشه این بچه خوشگله. همینجا بود که سلمان شاخکاش تکون خورد و گفت که اصلا نگران نباش. اما انگار برق طلاهای آیناز سلمان رو گرفته بود و من اصلا نمیدونستم که میخواد این بلا رو سرشون بیاره. من فقط فکر کردم در حد همین متلاک هایی که داریم توی رستوران به هم میندازیم، جر و بحث هایی که داریم انجام میدیم و موضوع بیخ گره. و وقتی اونا رفتن بیرون سلمان به من گفت که بیا بریم دنبالشون. توی جاده هی جلوشون میپیچیدیم که وایسن اما وای نمیستادن. وقتی که به جاده فرعی رفتن سلمان با نشون دادن اسلحه ماشینشون رو نگه داشت و وقتی که نگرشون داشتیم بلا سرشون رو بردیم با تمام شدن کارمون و قتلشون. سلمان علی رو از ماشین به زور پیاده کرد و بهش گفت که اگه بذاری فقط به آیناز تجاوز کنیم اجازه میدم سالم بری. علی هم اینجا غیرتی شد و با چوب دستی که زیر صندلی بود به سمت سلمان همراه شد. همین حین بود که سلمان 2 تا تیر به پای علی زد و علی رو زمین گیر کرد. حالا چون که تو مسیر فرعی بودن هیچ کسی هم به دادشون نمیرسه و هیچ کسی هم صداشون رو نمیشنوه. با شکستن شیشه ها آیناز و ماشین بیرون میارن، تو تاریکی شب لباسا رو تو تنش پاره میکنن و همونجا روی صندلی عقب به صورت وحشیانه بهش تجاوز میکنن. علی که صدای خفه شدن آیناز و یه جورایی تجاوز بهش رو میشنوه دیگه اصلا نمیتونه خودشو نگه داره. با همون حالت که به پاش تیر خورده خودشو میرسونه به سمت سلمان و با اون درگیر میشه. تو همین لحظه سلمان 2 تا تیر دیگه به سمت سینه علی میزنه و علی رو همونجا جا در جا میکشه. هر دوشون دور و بر 2-3 ساعت به این دختر بیچاره تجاوز میکنن و چون دختر صحنه قتل رو دیده بود و یه جورایی شاهد بود نمیتونستن زنده نگرش دارن و با چاقو اونم به قتل میرسونن. گویا تو اون حوالی یه گودال نسبتا بزرگی بوده. 2 تا جسد رو میبرن و داخل اونجا میندازن و با ریختن سنگ روشون سعی میکنن اونا رو دفن کنن و یه جورایی مخفی کنن. خواهر علی تو آخرین صحبتایی که کرده گفته که واقعا داداشم آینازو خیلی دوست داشت. اونا به وحشیانه ترین شکل ممکن مورد تجاوز و قتل قرار گرفتن و اشد مجازات و من و خانواده‌ام از مأمورین خواستار هستیم. از مردم هم خواسته که صداشون باشن و پشتشون رو خالی نکنن. خیلی تشکر کرده که این همه تجمع انجام میدن و صدای مادر علی باشن، مادر آیناز باشن که بتونن حقشونو تا حدودی بگیرن. حالا نمیتونن بچه ها رو زنده کنن ولی همین که قاتلین به اشد مجازات برسن یه تسکین خیلی کمی میتونه براشون باشه. با این صحبت های خواهر علی واقعا یه جورایی مردم شهر انگار کار و زندگیشون رو ول کردن و کلن افتادن توی اعتراضات، توی تجمع و فقط بنر این ور اون ور میبرن میچسبونن که ما اشد مجازات رو میخوایم و هیچ رقمه کوتاه نمیایم و تا آخرش هستیم. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. لطفا نظرات خودتون رو حتما با ما در میون بذارید. برای حمایت از ما پیج رو سابسکرایب کنید و برای دوستاتون شیر کنید. روز خوبی داشته باشید.